یک زمان گفت میبراید، یک مرد میبراید که پاهای خیلی باریک دارد، پایهاش باریک است، پایهایش خیلی باریک است، خودش سیاه پوست است، قد پست دارد. یخرب الکعبه، همین کعبه مکه مکرمه را خراب میکند، کعبه را چپه میکند. این کعبه ای که امروز ما و شما با یک کوشش های خیلی زیاد، با یک مهر و محبت خیلی زیاده، با چندین هزار کیلومتر طی میکنیم که آن مکافات خدا در قرآن گفته است هر کسی که حج میکند و بعد حج عملهای صالحش ترک نمیکند مکافات او جنت است. همین کعبه را رسول اکرم گفت یک مرد میبراید، پایهای خیلی باریک دارد، خود سیاه پوست است و قد پست دارد که کعبه شما را خراب میکند. سبحان الله. خدایا از او روز ما را پناه طلب میکنیم. کاش که او روز ما و شما نبینیم.